آیا احمدی قیمت ویلای شما 4 میلیارد، قیمت ماشین شما هم 4 میلیارده، پس من این دوتا رو توی یه قرارداد تنظیم میکنم. زحمت بکشین توی دوتا قرارداد ثبت کنید. چرا؟ چون من میخوام ویلا رو بفروشم راحت بشم. نه، این به خاطر راحتی شما نیست، این به خاطر کلاهبرداریتونه. چرا آقا؟ نه ببین، من آمار شما رو دارم. شما همین چند وقت پیش توی یکی از دفاتر املاک اینجا هم همین کارو کردی. البته فکر کنم تو کل ایران داری این کارو انجام میدی. چرا؟ الان برات توضیح میدم. شما میای ماشین مشکل دار رو با ویلا یا آپارتمان تعاطل میکنی، از طرفی میای توی دو تا قرارداد این کارو انجام میدی. این بنده خدا بعد از اینکه ماشین شما رو بگیره، شما هم ویلای ایشون رو بخوای بگیری، یه هفته 10 روز بعد از تحویل ماشین ایشون توقیفی ماشینش میخوره و ماشین رو از دست میده. از طرفی شما ویلا رو به شخص سوم فروختی، ایشون هم دیگه ویلای خودشو نداره. نه ببین، دقیقاً همین. متاسفانه عزیزان این داستان کاملا واقعیه. اینا یه باندی هستن که از این طریق کلاهبرداری خیلی زیادی دارن انجام میدن. حالا راهکار چیه؟ برای اینکه بخوایم دوتا مال رو با هم تعاطل کنیم، باید حتما توی یه قرارداد بنویسیم و شرط بذاریم اگه یه موقع مشکلی برای یکی از اون مالها به وجود بیاد، طرف مقابل میتونه ملکشو به راحتی پس بگیره و این قرارداد رو کلاً فسخش کنه.